از من پرسیدند که مهمترین عمل در عشر ذوالحجه چیست؟ گفتم عملهای نیک بسیار است که آن را می توان در این عشر ذوالحجه انجام داد. از جمله روزه گرفتن، تلاوت قرآن، نماز نفل و غیره که میلیون ها مسلمان آن را انجام می دهند. اما از همه واجبترین و مهمترین عمل که از آن غافل مانده ایم و از یادمان رفته است، این توبه کردن است. توبه از گناهانی که شاید سالهای دراز از آن گذشته ولی تا به حال از آن توبه نکرده ایم. توبه از گناهان واجبتر و مهمتر از همه این کارهای نفلی است که به ترک آن انسان گناهکار نمی شود. اما گناه کردن و توبه نکردن خیلی خطرناک است. برادران و خواهران عزیز، بیایید این عشر ذوالحجه را غنیمت دانسته از همه گناهان توبه نماییم. شاید این برای ما آخرین فرصت پیش از مرگ باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.